har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim. السلام علیکم دوستان بیننده های عزیزی ما. امروز ما در دهه کوهستانی آهلیک شهر سمرقند برای تبریک کردن به خانواده رستم بابا آمدیم. امروز در این خاندان گلزمان خاله جشن زادروز دارند. از نام فرزندانشان که در مسافرت هستند، از نام سرایایتی، جمیلکه و از نام فرزندانی که حاضر همراهشان هستند، سهرابکه، صاحب جانکه، ساربانکه تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید. رفتیم. Dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Assalomu alaykum mehmononi aziz, zanbonuvon, modaroni azizi dehae oxirgi mo. من امروز باعث سرجمی ما پیش از سال نو در این خاندان زیبای رستم بابا برای تبریک کردن مادر عزیزی خاندان، برای تبریک کردن مادر بسیار هم زیبای خاندان، البته گلزمان خاله آمدیم. برایشان تا قرصک بزنیم. پیشانبان عزیز تبریک میکنیم. برنامه گلزمان خاله زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگوییم. امروز مولود خجسته مبارک باشد. از بالای تارپ نبیره ها خطا کردن، می شوخی کردن، می نمیدانم 67 گفتن چند با مانند حالی یا شد جوان نه خود اسکره با کار برفستگی بری نه حالی 17 ساله بگذار دمی پیری با دولت پیریت بیاد. در سر فرزند ها، در سر نبیره ها همیشه صحت سلامت باشه. مادر هم خیلی ذاتی زیبا بودن که پیغمبر خدا فرمودند آن چقدره که ما شنیدیم برای جنت، برای بهشت، آن جنت را چنان وصف کردن برای ما هوس میکنیم هر یکی ما. آن جنت را به زیر قدم های مادر ماندند. روزی که مادر را خداوند می آفرد به دستش جنت را تحفه میکند. بعد از چند وقت ها میبینند که مادر را به فرزند، فرزند را به مادر تصور کرده نمی شود و خداوند بهر مادر فرزند را تحفه آماده می کند. بعد مادر به یگان اندیشه و به یگان فکر آن جنتی که اینقدر بزرگ و زیبا است به زیر پای خود گذاشته، ما فرزندان را به آغوش خود می گیرد. این بزرگی مادران است. این یکی از آن مادران بزرگ شما هستید. امروز زادروزتان مبارک باشد. امروز شما را از مسافرت بودگی فرزند عزیزتان که در مسافرت هستند، از نام سرایایتی، از نام جمیلکه که در شهر فدراسیون روسیه هستند و از نام سه پسر عزیزتان سهرابکه، صاحب جانکه، ساربانکه ها تبریک میگوییم. گفتند مادر ما گل ثبت خاندان ما هستند. چقدر که ما خورد بودیم پیش از سال نو هر بار زادروزی مادرم را جشن میگرفتیم. گرد صندلی پر از انمی فرزندان، خاله هام، اما نزدیکان جمع میمدیم و جشن میگرفتیم. حاضر صد افسوس همه از پس زندگی، همه از پس کار در هر طرف دنیا هستیم. و البته میخواهم امروز این سخنها از نام سرایایتی از من دیده برادر و دادرانم خرسند هستند، خاله هام، نزدیکان خرسند هستند که مادرم آغوش میکنند. از آن بوی پر از بهشتیشان بو میکشند و نفس میگیرند. برای مادری عزیزی من رسانید. نوبهاری گلفشانی دلکشای مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسای مادرم. من ز لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال، بر فکری روشنی ای دیده های مادرم. الله‌های فارم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی ای با بقای مادرم. بر قدی خمگشته و چین و جبیند جان فدا، اول و انجام من صبح صفای مادرم.
مادر عزیز امروز زاد روزتان مبارک باشد. روزی خورسندی را مبارک باد میگیم. گلزمان خودم تا آمدن گفتم این تقدیر بوده. اساسی من تکنولوژی ها ترقی یافته است و حرکت تلفن زنگ میزنم. هر روز یک یا دو مرتبه سه مرتبه تلفن میکنم. من با از حال و احوالم خبر میپرسم. دعاگویی من و البته از تقدیر کمی رنجیدم، چرا که تقدیر آهسته آهسته قدم های پیری خود را در رخسار پدر در رخسار مادرم دیدم. از خدا هر بقای خسته شکرانه میگویم که پدر و مادرم در سر من همیشه صحت سلامت باشند و هیچ وقت درد و غم را نبینند. برایشان رسانید هر کی دارد عزتی مادر و پدر، نخل باقی زندگیش آرد ثمر. تا دمی که خود باشد والدین، چشم دل مسرور و خوشبین قدر. دولتی مادر پدر پاینده باد، این سخن دانی چه باشی خوش نظر. پنجه دستی نوازش هایشان، پنجه نرمی نسیمی گهگذر. پدر مادر ما با یک مهنت های حلال همه ما را به وای رساندند. کلام کردن خدا کند که 120 ساله شوند، حاجی آنه حاجی بابا شوند، در سر ما صحت سلامت گردند. برای ما وقت و تخت و دولت است و ما از همه انسانی بای هستیم. مادر من گل زیبای خاندانی ما هستند. برایشان گلدسته زیبا را از زمین سرایاتی آماده کرده. مهمانان یک قرصک میزنیم تقدیم میکنیم برایشان. مرحبا. البته دسته گل زیبا از نام سهرابک برای شما مرحبا قبول کنید. از نام سهرابک نیز شما را تبریک میگویم. تلا برای مادر تلا ما که اینقدر زحمت و مهنت دیدم ما را به وای رساندن. از نام سهرابک انگشترین تلا برای مادر عزیز و غمخوارشان مرحبا. و پرترتی کلان و خاطر ما تاریخی به پشت خاندان با آویزان شوند و هر بار دیدن دعا کنن فرزندها را. مبارک باشد. زادروز را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. از دامکشان مغز شیرین نبیره های شیرین تبریک میگویم آن جانی عزیز را. مبارک باشد. مرحبا. زادروز مبارک. حاضر انسانی بای بوده در اینقدر نبیره ها در اطراف شما پروانه هستند. حاضر یک جای شیرینی رو میبریم، از آن تناول میکنیم، بعد از آن امروز بزم زیبا روز خورسندی رو دوام میکنیم. مرحبا. Стали звезды на год взрослей, лица молча с календаря, но не стоит грустить зря, и не зря в день рождения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Успеха, радости, везения, любых желаний исполнения.
کنه نبیره ها یک قطار شده استیم کنید سلام علیکم مهمانا و مزبانان گرامی. من امروز زادروزی آن یکی مهربانی من شده ایستاده است. من آن یکی مهربانم را تبریک گفته و آنها عمری دراز رزقی فراز می طلبم. همه وقت در سر مایان ساق و سلامت کرده. آنا جان مهربانم زادروزتان مبارک شود. الها صحت سلامت گردید عمری دراز بنید. آنا بار دنیادا یشش باشقچه آنانین تفلی و مهر باشقچه کلسم که حتی تطسان یشقچه آنا بار دنیادا یشش باشقچه. آنا جان مهربانم زادروزتان مبارک باشد. الها ساق سلامت گردید بابا جانم را خوش پیر شوید. آنا جانی من مهربانی من قدم کرون کده بیمه دمک کده من زیبا از مثلی جوان در بین نیکهی برم مردمانش سربرم. ماندگی نبیره ها رقصشان که تبریک میکنن. مهمانان به حضورشنتون یک تا سخنهای تبریکاتی رو میشنویم. بایرام خلا مرحبا. علیکم دوستان عزیز، من امروز دوگانه عزیزم گلزمان را با 67 سالگی زادروزشان تبریک می‌نمایم. میخواهم دوگانم 120 ساله شوند. 120 ساله شوند و ثانی پیر شوند. دوستانم گفت خوش پیر شوید، پیرید به دولت شوید، همین سری نوره چهره و همه وقت ساق سلامت باشد. همه شما را با آمد ایستادگی سال 2023 تبریک و مبارکباد می‌نمایم. و اهل اویله همه ساق سلامتی خیر و برکت همه وقت همراه ما باشد. 120 ساله 10 سال یک خط رشته کلاس کام کی بود سیف با ایران خلا؟ میزرابشو همسین خیلی از نام همه همسیفا تبریک میکنیم. از نام خواهران مرحبا دارم. مهمونای عزیز خوش آمده به درگاه اپام گلزمان. الهیم اپام صد بدرویه صد بخوره بینم چی مراد مقصد داره به مراد و مقصدش رسه. پوچام گده قوشه پیر شوم پیری به دولت شوم. خوش آمده هم میاکاتو نوری دیده تاج سر رحمت آمده که تو هم رحمت صد بدراتی هم یک پسر خوشکار بریم حمل میشم مایل رحمت من از این فرصت استفاده بروزم آیتیم را با این روز زادروزشون از صمیم قلب از نام خودم اندام اهل عائلم تبریک و مبارکباد گفته و اینها عمر دراز صحت سلامتی و کارهای حاضره رو با موفقیت میخواهم. بیا دوستان شما کافسر کنیش جمشید صد ساله شوید بعد از آن پیر شوید. الهی صد بداره دوستا باید کنید که کوشه پیر شوید حضوری نبیره یک دوستان گفت امروز خانداناتون بایرام بود است. کافته اومدیم که شما نیافتیم. الان مادر عزیز زیبا مادر غمخوار خاندان رو زیبا کرده تبریک کرده. از نام همه عائله از نام فرزندان امروز از همه پیش از نام همه فرزندان اخت خودتان باید که تبریک کنید و دوامش من شعر میخوانم. همون شعری که شما ما گفتید کن زکسنای همون شعر میخوانم امروز. من امروز نزدیک داره ها گوار همین من امروز گفته که تو گو دوستان و همدیاران عزیز مهمانان عزیز من امروز مایان یک گروه همسنفان گلزمان همسرشان فرزندا همون جشن کرده ایستاده امروز تولد گلزمان خواهر عزیزم را و آن همون
طلبیدن یک دو مثال شعر میگم. ای دوست عزیز مرهمی راز، امروز روزی طلبیدن عمری دراز. با نور جمال خود شاد گردان، مهمانان امروزه را سرافراز. رحمت کلان ولی آمدگی هم یک کدام. همه همون نیت نقص کرده اومده گلزمان صحت سلامت باشد، با همراهی رستمک، با همراهی نیوره ایوره چهورهاش فقط روزای خورسندی همین درگاه بیاییم. از خدا خواهش داریم که تا 100 سال دیگر همینا صحب سلامت گردن کوشش قریبش کنن. فقط روزکای نقض بینن، نیوره حضور فرزنده بینن. همینا ارباره همین مایان همه قدماتون که دستاتون میبیاد رقص میگه، رقص کنه، شعر میخواد، شعر خونه، یک خیل اشلا میخواد، اشلا خونه. امروز روزی خورسندی من رستمکم رقص میکنم میگم. رستمک حزین من همین کاری طورش میگم. من مایرم چند خیل کارهای همین سلسله در رئیس شدگی و همین جماعتی کارهای همیشه گیفته بردگی. انا همین خیلی مهان من مایرمای گلزمان محبت من همیشه همه یک سیف بخوندگی، لیکن دختری زوری همسیفام خاطون تنگه گرفتگی. همونی مایرم برای هوای همینو باید صحت سلامتی عمر دراز. رحمان گوهر بابا حاضر همه سری آشکار کردیم نرفته است. باید کسی میپرسیم همینجا بیسته. من چند سال ها باز توی شدگیش به چند سال شد گوهر بابا؟ انا که من 80 سال توی شدگی. شما چند؟ اینو با 79 همون یک سال پیش. 79 نه یه؟ 79 من توی شدگی. 76 بود. 79 من توی شدگی. چندین ساله یک عائله بسیار هم نمونوی دهه آهلی کیمان گلزمان خاله یک تصویر پیش همه مهمانا با آشکار میکنیم. انا چندین ساله همه عائله با چند بار گل پدرکه میکردن. زادرش زمستان با گل کافته یافتن که کلاو گلای لاله نباشد یا فقط 8 مرد بود می. راستش میگویم دسته گل بود یا دسته پول بود می. پولم بود و گریبی هم بود گو. دسته پول بود. امروز باشد انکو نفقه و برآمدن پنسیه برآمدن یک دسته گلی زیب با خودشان دیر مادامون انمو گله چینده آمده اکوهیستان آهالیک انمی گله خودی رستم بابو میسپارم برای شما تا خرسک میزنه می نمی من رستم بابو زادرش مبارک جان ای یار دیار دلدار
بازاره زمان دوام بپیشه ناله تو نکنشه همدن بودن نمیشه چکی چکی پایان بین شتر شتر نمیشه ای یاد بیاد دلدار بیاد گیلنگه بودی یاد بیاد ای یاد بیاد دلدار بیاد گیلنگه بودی یاد بیاد تو یکی از این فرزندان نقد سوباداری عالی سلامت بود باشم رحمتی کلام من همین کار خیر بود همه وقت راهی سبید خدا رحمتی پدر ما میگفتم که ای دوستان کنی که از آهلی از درگم درون یک تا همین جایی رو پیشتر کار کننم برو میگفتم
این نکته گپ که این نکته پس نظرم پدرم نظر بگیرده چونکه از در هم درون نگفتن معرفت مدنیت همه شهر بود همه تو تصدیق سخن من مجنجان همین که کدام oblasti san'atکاری همه خوشکن دارم اومد که همچه خوشه روی میگنجه این همین چیزی که انسان همون مرکزلشتریش نه همون نزدیک نمینه سنتی برابر مانا بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز، ما امروز در خاندان رستم بابا مهمان شدیم. البته گلزمان خاله را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. از نام فرزندان و نزدیکان این لحظه های خرسندی رو همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید که ما با شماییم. رحمت برای مهمانداری، سلامت باشه. رحمت.